سلام тамошобинони канали Агротех TG. با شما من یوسف عزیزов. امروز ما درباره چند وارداتی نو و قانون جمهوری تاجیکستان درباره عهده‌داری‌های حربی و خدمت حربی صحبت می‌کنیم. اگر شما تا حال با کانال Агротех TG abone نشده باشید، abone شوی و لایک موندن را فراموش نکنید تا نوار دسترسی دیگران نیز گردد. دیروز وکیلان مجلس نمایندگان پالاتای پایانی پارلمان تاجیکستان طرح قانون درباره عهده‌داری‌های حربی و خدمت حربی را دیده برآمدند و در اساس لایحه نو سه تغییرات در روند سفربرکنی جوانان به صف قواهای مسلح وارد کرده می شود. همساله همگی 10% جوانان سن خدمت حربی به صفهای ارتش جلب کرده می شوند و شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان ضمن معرفی طرح نو قانونی نو گفت که آن نفرانی که از این هیئت بیرون ماندند می توانند با پرداخت مبلغ معین و گذاشتن خدمت حربی یک ماهه صاحب بلیط حربی گردند و به صف سربازان احتیاطی کشور وارد کرده شوند. حجم مبلغ و طرز پرداخت آن را حکومت تاجیکستان باید معین کند. قبلا بعضی از سازمان‌های جمعیتی و حامیان حقوق انسان که در این سمت فعالیت می‌کنند پیشنهاد کرده بودند که مهلت خدمت حربی از 2 سال به 18 ماه و یا 12 ماه کوتاه کرده شود. اما شیرعلی میرزا ضمن معرفی طرح نو قانون شرح داد که چرا مهلت حربی کوتاه کرده نشد. او گفت باید تذکر داد که در شرایط امروزه تا 18 ماه یا 12 ماه کم کردن مهلت حتمی خدمت از لحاظ نگاه داشتن سطح بلند آماده باشی جنگی و آمادگی به مقصد موافق نیست. این چنین کم کردن مهلت خدمت با نظرداشت تامین و مهلت استفاده بری سر لباس خدمتی و موادهای خدمتی تا 30% خرجات ها را زیاد می نماید. تغییرات دوم در قانون نو این است که آن دانشجویان که کافدرای حربی دانشگاه ها را ختم کردند اکنون یک باره صاحب رتبه حربی نمی شوند و برای به دست آوردن رتبه افسری باید 1 سال دیگر خدمت حربی را در قواهای مسلح انجام بدهند. مطابق ماده 41 قانون پیشنهاد شده 3 نمود اساسی خدمت حربی: خدمت حربی حتمی مهلتناک، خدمت حربی اختیاری، خدمت در هیئت ذخیروی پیش بینی شده است. تغییرات سوم در قانون نو این است که هر نفری می‌خواهد در نهادهای قدرتی و حفظ حقوق تاجیکستان از قبیل مقامات پروکراتورا، سود، آژانسی ضد فساد و خدمات اجراییه و گمرک به کار درآید حتما باید خدمت حربی را انجام داده باشد. این چنین وزیر دفاع قید کرد. طبق نقشه مدافع دولت و سفربری مقامات‌های ذکر شده در دوره تهدید خطر جنگ و حالت جنگ باید تشکیل و مدافع دولت و گذراندن چاره‌بینی‌های سفربری وظیفه مشخص باید داشته باشند و کارمندان آنها دانش عمومی حربی و ملکه جنگی را داشته باشند. در این جلسه پارلمان هدف از این تغییرات بهتر کردن حالت دعوت جوانان به صف قواهای مسلح، بهتر کردن صفت حربی و همچنین بیشتر کردن صف سربازان ذخیروی عنوان کردند. قبول طرح این قانون در حال است که کارشناسان به این باورند که آزاد شدن از خدمت حربی به عوض مبلغ می تواند به قدرت ارتش آسیب رساند. از سوی دیگر به گفته آنها با این شیوه تنها جوانان از عائله‌های کم بضاعت به خدمت جلب خواهند شد. آنها میگویند که حالا معلوم نیست که قانون چطور تطبیق می شود. مردم باشند به قبول این قرار نظرهای گوناگون دارند. شرایط نامناسب، بدرفتاری با سربازان و مرگ جوانان در قسم‌های حربی سبب‌های اصلی سرکشی جوانان از خدمت به صف‌های ارتش تاجیکستان گفته می شود. وزیر دفاع تاجیکستان شیرعلی میرزا هم در این جلسه جای داشتن بدرفتاری را در ارتش رد نکرد و گفت که این پدیده نسبت به سالهای گذشته چند مرتبه کمتر شده است. همساله در تاجیکستان 2 موسم دعوت جوانان به قواهای مسلح در بهار و تیر ماه برگزار می‌گردد. در آخر اگر به کانال Агротех TG abone نشده باشید، abone شوی و لایک موندن را فراموش نکنید تا نوار دسترسی دیگران گردد. با ما باشید.